در بخش توالیابی هدفمند ما میتونیم 3 تا رویکرد رو داشته باشیم، به این صورت که میتونیم بیایم کل ژنوم یک انسان رو، یعنی هم نواحی کدینگ و هم نواحی نان کدینگ مثل اینترون ها رو هم در واقع توالیابی انجام بدیم براشون. اما مثلا در که خب این روش باعث میشه که ما هم علاوه انواع تعداد انواع وریانت هایی که میتونیم تشخیص بدیم اینجا خیلی بیشتره، دست ما بازتر هست، تغییرات بیشتری رو میتونیم اینجا تشخیص بدیم و تعداد میزانداری که اینجا تولید میشه بسیار زیاده. خب این یک سری محدودیت این روش هم هست، به این دلیل که وقتی تعداد میزان داده زیاد باشه هم بحث هزینه استوریج و حالا هم تفسیر حتی این در واقع داده ها با توجه به علم امروزی که وجود داره میتونه برای ما یکم نواحی کدینگ یک ژنوم رو که همون اگزون ها هستن رو در واقع توالیابی انجام بدیم. یه سری روش تو اون مرحله در واقع یک مرحله کپچر این اگزون ها وجود داره، میایم این اگزون ها رو در واقع جدا میکنیم و بعد مرحله توالیابی رو انجام میدیم. در این روش با توجه به روش قبلی چون فقط یه سری نواحی اگزون ها رو ما داریم توالیابی انجام میدیم، میزان داده‌ای که تولید میشه اینجا کمتره نسبت به در واقع روش قبلی. اما خب میشه گفت که هم تفسیرش راحت تره، همین که میزان عمقی که اینجا ما میتونیم داده ها رو تولید کنیم عمق بیشتری هست و خب تقریبا این نواحی اگزونی میشه گفت 1.5 تا 2% ژنوم انسان رو تشکیل میدن و با توجه به حالا مقالات مختلفی که اومده در این حوزه متوجه شدیم که تقریبا 85% بیماری‌های ژنتیکی هم در اثر جهش تو این نواحی اگزونی. پس در مواردی که ما میخوایم هزینه کم، پروژهمون هزینه کم داشته باشه و نخواهیم خودمون رو با داده های زیاد در واقع گیج کنیم و تفسیرش رو برای خودمون سخت کنیم، میتونیم از روشی مثل هول اگزوم سیکونسینگ استفاده کنیم. در رویکرد دیگه این هسته که ما بیایم مجموعی از در واقع ژن‌های مرتبط با یک بیماری یا یک موضوع خاص رو یا یک صفت خاص رو بیایم در واقع جمع آوری کنیم و همون تعداد ژن رو توالیابی براش انجام بدیم که باز نسبت به روش قبلی میشه گفت چون داریم هدفمندتر کار میکنیم هم هزینه پایین تره، هم کیفیت داده‌ای که اینجا تولید میشه خیلی بهتر هست. که خب اینطوری نیست که بخوام بگم این روش خوبه، رویکرد بعدی بده. با توجه به هدفی که تو پروژه داریم ما میتونیم از یکی از رویکردهای هول جینوم سیکونسینگ، هول اگزوم سیکونسینگ و تارگتد جینوم سیکونسینگ و پنل ژنی استفاده کنیم. اما در نهایت بعد از همه این روش‌های توالیابی که انجام دادیم و خوانش‌ها یا اون ریدهایی که برای ما حالا توالیابی شدن، حالا اگه رید یا خوانش چی هست باید بهتون بگم که خب توالی‌های کوتاهی از نوکلوتیدها هستن که توسط دستگاه توالیاب در یک بار ران اون دستگاه یا اون یک بار آزمایش تولید میشن. خب این ریدها یا خوانش‌ها رو در مرحله بعد باید بیایم با یک ژنوم رفرنس که اینجا با رنگ خاکستری نشون داده بیایم الاین کنیم یا همتراز کنیم. خب این روش همه روش‌های بیوانفورماتیکی اینجا با یه سری ابزارهای بیوانفورماتیکی میایم این در واقع خوانش‌ها رو الاین می‌کنیم و حالا اگه با مقایسه این دوتا با هم میتونیم به وجود تفاوت‌ها پی ببریم که همون این موضوع ما به دو تا مفهوم در واقع میرسیم که ممکنه حالا مفهومشون براتون هنوز ناآشنا باشه. یکی از اون کلمات در واقع یا هم مفهوم ها کلمه دپس هست یا عمق خوانش. خب در واقع عمق خوانش به تعداد دفعاتی اشاره داره که یک ناحیه ژنومی خاص توالیابی میشه. مثلا اگه اینجا این رفرنس ژنوم باشه، این ناحیه از ژنوم توالی ژنومی میبینیم مثلا الان یه بار دو بار، مثلا اگه بخوام دقیقاً این قسمت رو نظر بگیرم یه بار اینجا توالیابی شده، یه بار اینجا
توالیابی و خوانش شده یه بارم اینجا. پس به تعداد دفعاتی که یک ناحیه ژنومی خاص توالیابی میشه. در واقع از این برم میشه گفت بگیم تعداد خوانش هایی که شامل اون ناحیه از در واقع ژنوم هستن. معمولا مضربی بیان میشه، مثلا ضرب در 30 یا ضرب در 100. مثلا روش روی کردیم مثل هول اکسوم سیکونسینگ حداقل باید عمقی ضرب در 100 داشته باشه، یعنی هر ناحیه از ژنوم باید تقریبا 100 بار خونش شده باشه، خوانش براش اتفاق بیفته. یا مثلا در رابطه با روی کرده هول جینوم سیکونسینگ که کل ژنوم رو میایم توالیابی انجام میدیم، باید حداقل عمق ضرب در 30 داشته باشه، یعنی حداقل باید هر ناحیه از ژنومی 30 بار خوانش براش اتفاق افتاده باشه. و مفهوم دیگه‌ای که بهش برمیخوریم مفهوم کاوریج یا پوشش هست. خب پوشش چیه یا کاوریج؟ به درصد یا نسبتی از اون ژنوم که با دپس یا عمق مشخصی توالیابی شده. مثلا میگن معمولا به صورت درصدی بیان میشه، مثلا میگن 95 در این در واقع ژنوم با عمق مثلا ضرب در 30 توالیابی شده. پس به اون نسبت یا درصدی از ژنوم میگن که با عمق در یک عمق مشخصی توالیابی میشه. معمولا هم گفتیم به صورت درصد بیان میشه، مثلا میگن با پوشش 95% این ژنوم توالیابی شده در عمق مثلا ضرب در 30. خب اما این حالا عمق یا این کاوریج یا دپس یه جایی خیلی به دردم میخورن. مثلا اولی که باعث صحت سنجی حالا مرحله تحلیل داده هامون میشن، یعنی ما اگه یه تغییر رو پیدا میکنیم با استفاده از این در واقع دپس یا کاوریج میتونیم بفهمیم چقدر نتیجهمون صحیح بوده یا در اثر خطا. مثلا اگه خیلی دپس پایینی داشته باشه این نشون میده که حالا تغییر اگه ما ببینیم ممکنه این تغییر دلمون در واقع میشه گفت در اثر دوراهی قرار میگیریم که ممکنه مثلا در اثر بد خواندن اون خوانش بد یا به خاطر اشتباهات ابزاری این اتفاق این در واقع قسمت از توالی اشتباه خوانش شده. هرچی دپس بالاتر باشه ما با اطمینان بیشتری میتونیم بگیم که بله این تغییر یا این جهشی که یا وریانتی که پیدا کردیم یک وریانت در واقع واقعی هسته، حقیقی هسته. خب مثلا نکنید این ناحیه از ژنوم یک بار فقط خوانش شده، دپسش در واقع یکه، پس این ناحیه 2. همینطور میبینید مثلا اینجا چون این ناحیه توی 3 تا از خوانش ها وجود داشته، پس اینجا میشه گفت دپسش ضرب در 3 هسته. خب بعد اینطوری هم نیست که ما بگیم که وقتی ما یک مثلا اگزوم داریم توالیابی انجام میدیم همه نواحی ممکنه به یک اندازه دپس داشته باشن. یه به صورت میانگینه دیگه، ممکنه بعضی اگزون ها خوانش براشون در واقع داشته باشن وقتی الاین میکنیم، بعضی اگزون ها اصلا هیچ خوانشی براشون وجود نداشته باشه که اینا همه به خاطر محدودیت های تکنیکی هست که ممکنه وجود داشته باشه. یا خود حتی معمولا میگن اگزون های اولیه یک مثلا هر ژنی میشه گفت بد در واقع خوانش میشه، زیاد ممکنه این عمق خوانش خوبی رو اونجا نداشته باشیم. یا ابتدا و انتهای هر در واقع حالا یه سری هم یعنی میخوام اینو بگم خدمتتون که هم ممکنه بسته به اون ناحیه ژنومی باشه که بعد در واقع به خاطر اون ویژگی خاصی که داره نمیتونه تکنیکی مثل NGS بتونه اون رو در واقع پوشش بده و در واقع اون رو کاور کنه، یا بخشی دیگه هم به دلیل اون خطاها و محدودیت‌ها هستی که در روش تکنیکی وجود داره. خب که ما با استفاده از این عمق خوانش علاوه بر اون صحت سنجی که انجام میدیم میتونیم از اون برای تشخیص کپی نامبر وریشن ها استفاده کنیم.
به این صورت که حالا اون پاپلاین جداگانه‌ای داره، میان با یه سری استفاده از یه سری ابزارهای بیوانفورماتیکی این میزان عمق رو یا در واقع دپس رو اندازه‌گیری میکنن و اگه مثلا 2 برابر یا داپلیکیت شده باشه اون ناحیه، میزان این دپس یا اون خانش ها هم 2 برابر میشه. یا برعکس اگه مثلا حذف شده یا دیلیشن اتفاق افتاده باشه، میزان این در واقع دپس هم یا این خانش ها هم نصف میشه. از این طریق با تفاوتایی که در این زمینه میبینن میتونن به وجود حالا این داپلیکیشن ها یا دیلیشن ها در حوزه کپی نامبر وریشن ها پی ببرن. اما اگه بخوام همین بحث دو تا مفهوم رو در رابطه با سه تا رویکردی که خدمتتون گفتم در واقع بررسی کنیم، مثلا در روش تارگتد سیکونسینگ می‌بینیم که با توجه به اینکه ما تمرکزمون رو فقط گذاشتیم روی یک سری ژن‌های خاص، در نتیجه پس دپسی که ما اینجا دریافت می‌کنیم دپس خیلی زیادیه و این یعنی چی؟ یعنی هر تغییری که ما اینجا ببینیم با اطمینان بیشتری در واقع میتونیم به اون اتکا کنیم. اما مثلا در روشی مثل هول اگزوم سیکونسینگ دپس تقریبا میشه گفت متوسطه، ولی خب میشه گفت کاورج مثلا یکسانی در همه نواحی ما نداریم. مثلا این ناحیه بیشتر کاور شده، مثلا شاید این نواحی اصلا کاور نشدن، کمتر این قسمت مثلا اصلا وجود هیچ خانش مثلا براش وجود نداره. این پس کاورج اینجا در واقع میشه گفت کم یا زیاد. اما در روشی مثل هول جینوم سیکونسینگ ما میبینیم که در یک عمق مشخصی اما کاورج یک نواختی رو ما در واقع میشه گفت میبینیم، مشاهده میکنیم. اما خب اگه بخوام در رابطه با در واقع کاربردهای NGS در واقع صحبت کنم، باید خدمتتون بگم که روشی مثل روش‌های حالا فناوری به طور کل NGS نه تنها در ابتدا یک فناوری میشه گفت تحقیقاتی بود در ابتدا، اما از جمله فناوریایی بود که سریع تونست پای خودش رو در واقع به حوزه بالین رو هم باز کنه و نقش کلیدی رو تو بعضی از در واقع در حوزه بالین ایفا کنه. از جمله حالا کاربردهای اون میتونیم به وجود در واقع تشخیص اختلالات نادر اشاره کنیم، جایی که تست های هدفمند ناموفق بودن و ما با استفاده از این روش هایی مثل در واقع حالا NGS میتونستیم بیایم تشخیص های مولکولی نهایی رو بدیم با درصد اطمینان بالایی. یا مثلا در حوزه سرطان یا کنسر ژنومیکس ما میتونیم با مقایسه دی ان ای تومور و بافت طبیعی بیام به یک سری جهش‌های سوماتیک پی ببریم که این جهش‌های سوماتیک نقش مهمی رو در مدیریت اون حالا بیماری یا سرطان برای ما میتونن ایفا کنن. یا در حوزه فارماکوژنومیکس یا فارماکولوژی ما میتونیم بیایم میشه گفت که یه سری وریانت ها رو با این روش NGS در واقع پیدا کنیم که میتونه به ما در تنظیم دوز داروها کمک کنه برای هر فرد و اون فردی که حساس هست با توجه به بستر ژنومی که داره، بک‌گراند ژنومی، ممکنه که آنزیمی که قراره اون مثلا دارو رو تجزیه کنه در اونجا یک حالا شکلی یا پلیمورفیسمی داره یا یک وریانتی داره، به یک شکلی قرار داره اونجا که باعث میشه که سریعتر این دارو حذف بشه از بدن. بنابراین ما اینجا باید مثلا اگه با استفاده از روشی مثل NGS به این تفاوت‌ها پی ببریم، میتونیم در هنگامی که داریم دارو تجویز میکنیم برای اون فرد، اون دارو رو با دوز بیشتری بدیم تا اثرگذاری بهتری برای اون فرد داشته باشه. یا برعکس اگه جزء گروه‌های آهسته باشه و که اون در واقع حالا آنزیم فعالیتش کاهش پیدا کنه، در نتیجه ما باید دوز اینجا ببریم بالا، در واقع بالاتر برای اون فرد. یا اگه جزء افرادی باشه که زود تجزیه میکنه، باید دوز رو کمتر کنیم تا از سمیت‌های دارویی در این موارد در واقع جلوگیری کنیم و فواید زیادی رو در قسمت مدیریت و تجویز دارو در این حوزه میتونه برای ما روش NGS ایفا کنه. همینطور در بیماری‌های عفونی هم میتونه خیلی کاربرد داشته باشه این روش NGS. مثلا با استفاده از این روش NGS ما میتونیم یه مقاومت به آنتیبیوتیکی رو در واقع تشخیص بدیم، ردیابی کنیم و همینطور در
مواردی مثل اپیدمی های مثل سارس کوو 2 که در واقع به وجود میاد، ما میتونیم با استفاده از NGS بیایم اون سویه های جدید رو ردیابی کنیم و در واقع با استفاده از اون ژنومی که اون و اون ویژگی خاصی که این ژنوم اون در واقع سویه ها و پاتوژن ها دارن بیایم طراحی واکسن انجام بدیم. در واقع بس این روش میتونه کمک کنه به طراحی واکسن برای ما. همینطور حالا تو روش‌هایی مثل تشخیص پیش از تولد میتونه خیلی مفید باشه برای ما. در روشی مثل NIPT برای تشخیص تیروزیمی ها یا با استفاده از اون آزاد شده در خون مادر که بسیار غیر تهاجمی هم هست و در واقع خیلی خوب هست، ما میتونیم بیایم یه سری بیسید از حالا تفاوت‌ها، وریانت‌ها در دی ان ای اون جنین قبل از تولد حتی پی ببریم و حالا مدیریت‌های لازم رو برای اون جنین انجام بدیم. خب این کاربردها میشه گفت به ما نشون میده که NGS چگونه میتونه تشخیص دقیق، درمان شخصی و پیشگیری هدفمند رو در زمینه بالینی برای ما فراهم بکنه. اما خب این فناوری یه سری مزایا داره یا ادوانتیج، یه سری لیمیتیشن ها رو هم داره. خب از مزایای این روش میتونم به این مورد اشاره کنم که حساسیت بالا تو شناسایی انواع وریانت ها داره و همینطور با توجه به اون در واقع پروژمون قابلیت انعطاف پذیری داره. میتونیم از رویکردهای مختلف پنل ژنومی، اگزوم یا استفاده کنیم که این کار باعث میشه هم سرعت کار برای ما کمتر بشه و همینطور هزینه ها رو برای در نسبت به روش های قدیمی برای ما کاهش داده روشی مثل NGS. و از طرف دیگه خب این فناوری مثل سایر فناوری دیگه در کنار این همه مزایایی که داره میشه گفت یه سری محدودیت هایی هم داره، مثل اینکه در رابطه با پوشش ناکافی رو تو مناطقی از ژنوم که مثلا غنی از نوکلئوتیدهای سیتوزین و گوانین هستن یا جی سی ریچ هستن یا نواحی ریپیتیتیو یعنی نواحی تکراری، تو این سری در واقع نواحی ها میبینیم که کاورج های ناکافی رو داره، پوشش ناکافی داره و خیلی خوب نمیتونه خودش رو نشون بده. همینطور حجم بالای داده‌هایی که تو این با استفاده از این روش تولید میشه و با توجه به اون علمی که در حال حاضر ممکنه در داشته باشه، ممکنه تفسیر رو برای ما پیچیده کنه، ما به سری تفاوت‌هایی پی ببریم که ندونیم آیا این تفسیر این تفاوت چی میشه، آیا مفیده، آیا چه تأثیری بر فنوتیپ اون فرد داره. و در کنار اون در مواردی که ما در هنگام تفسیر این تغییراتی که در نتیجه روش NGS پیدا می‌کنیم ممکنه به این سری از وریانت های در واقع برسیم که در مرحله تفسیر اونها رو در کاتگوری VUS قرار بدیم، یعنی Variants Uncertain Significance، یعنی وریانت هایی که با توجه به علم امروز مشخص نیست معناداریشون، مشخص نیست آیا میتونه مفید باشه، آیا میتونه مفید نباشه یا تاثیر داشته باشه تو اون ویژگی اون فرد. و در واقع اینجاست که ما واقعا نمیدونیم در این رابطه باید چی کار کنیم. یا همینطور ممکنه بیمار در رابطه با یک ویژگی بیماری مثلا به ما مراجعه این روش NGS و ما وقتی داریم تحلیل داده رو انجام میدیم علاوه بر اون بیماری خاصی که ایندیکاتور روش NGS در حال حاضر بوده، ما بیایم به یک سری بیماری‌های لاعلاجی پی ببریم، چون ما داریم دیدی کلی‌تری نگاه میکنیم به ژنوم اون فرد دیگه. درسته اندیکاتور اون روش در واقع اون بیماری خاص اون فرد بوده، اما وقتی ما داریم کلی بررسی میکنیم ممکنه بیایم یک سری به بیماری‌های لاعلاجی در واقع از اون بیمار پی ببریم با توجه به اون تغییراتی که در داخل اون حالا با استفاده از توالیابی اون ژنوم یا اگزوم های اون فرد انجام میدیم که اینجا برای ما دو راهی پیش میاد. آیا باید به اون فرد این بیماری لاعلاج رو هم اطلاع بدیم یا نه، چون جزء اندیکاتور اون یعنی اون در واقع علت اون اون علتی که باعث شده ما بیایم به طرف NGS، یعنی بخوایم این روش NGS انجام بدیم نبوده نگیم، مثلا بگیم که این همه این موارد رو در جلساتی که در رابطه با ریپورتینگ وریانت ها گزارش نویسی بالینی وریانت ها توضیح میدیم، به طور کامل با توجه به گایدلاین های بین‌المللی با همدیگه بررسی میکنیم و اینکه آیا باید بگیم یا نگیم رو اونجا
به طور واضح و دقیق‌تر خدمتتون عرض میکنم. اما خب ترکیب روشی مثل NGS با هوش مصنوعی و روشی مثل پزشکی دقیق ما رو به سمت در حالا دهه‌های آینده ما رو به سمت پیشبینی و پیشگیری قبل از وقوع بیماری میبره که این میتونه یک انقلابی رو تو حوزه تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها برای ما در واقع در حوزه بالینی ایجاد کنه. خب ممنونم از اینکه تا اینجا همراه بنده بودید. این جلسه رو همینجا به پایان میرسونیم. امیدوارم که تونسته باشم در رابطه با NGS و کاربردهاش اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما عزیزان قرار داده باشم.